بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم جناب انصاری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشین آقای احمد، آقامون هم خسته نباشن. سلامت باشید، بزرگوارید، بفرمایید. خوب شناختید جناب انصاری؟ بله چرا نه، بفرمایید. خوب هستید، خسته نباشید. سلامت باشید. من راجع به نمازتون بگم که شما صحبت کردید مفصل. بله. راجع به کدومش بگم براتون آقای انصاری؟ هر چه که دوست دارید بفرمایید. خدمتتون عرض کنم چند دقیقه وقت بهم میدینیم با یک خطاتون هم شلوغه اینا که من دیگه از اون تجاوز نکنم. من فقط دوست دارم شما هر مطلبی رو که بیان نمودید برای من، چون شما در دو دوره زندگی کردید، در دوره شیعه‌گری و در دوره توحید و یکتاپرستی، فرق بین نمازی که در اون زمان میخوندید و نمازی که الان میخونید اگر این رو هم بیان بکنید در لابلای صحبتاتون، بفرمایید. بله 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 بله. خدمت شما عرض کنم که ما در اون موقعی که شیعه‌گری بود، البته من اعتقاد جور دیگه ای داشتم، ما شیعه بودیم ولی خب در هر صورت قرآن که مطالعه میکردیم یا مثلا نماز که میخوندیم من باید یقین میداشتم که امام عدالت داره اولش. درست. ما جماعت باید عدالت داشته باشه. یک روزی با یک بنده خدایی که روحانی هم هستن و نماینده حضرت امام هم بودن و در مسافرت بودیم، بعد ایشون به من گفتن که نماز مغرب بود، گفتن ما میریم مسجد، شما میای؟ گفتم مسجد میام ولی نماز جماعت من نمیخونم. بعد ایشون هم مخالفت نکردن، گفتن خیلی خوب بیا نماز نخون، جماعت نخون. ما رفتیم مسجد، بسیار بزرگ بود آقا، بسیار، فکرم گنجایش 1000 نفری رو داشت. درست. 28 نفر بودن، با ما که 2 نفر رفته بودیم همه 28 نفر بودن. خدمتتون عرض کنم اینا نماز خوندن، ما فرادا اون گوشه خوندیم و دور بر مسجد نگاه میکردیم، نماز تموم شد اومدیم بیرون و ایشون که با اتحاب به بنده گفتن که چرا شما نماز جماعت نمیخونی؟ گفتم میخونم. کی گفت نمیخونم؟ من گفتم باید امامو بشناسم. درست. دلیلی هم برای این کارت داری؟ گفتم در هر صورت میگن گفته شده و ما یاد دادن که الصلاة معراج المؤمن، نماز وسیله عروج، وسیله حرکت کردنه و من وقتی به جماعت میخونم انگار هیچ احساسی ندارم، من با فرادا که میخونم احساس سبکی میکنم، احساس روشنی میکنم، احساس میکنم کنده میشم از خودم، جدا میشم، این مرغ روح تن در میاد، حالا کجا میره، حالا چند ثانیه شاید طول بکشه ولی این اتفاق میفته، ولی در جماعت هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. و من وقتی که میبینم مثلا امام جماعتی به بزرگی آیت الله سیدی در صحنه حضرت معصومه میاد دروغی میگه که نمیدونم آقا که سرش در اومده، گفته یا علی، و تکذیب نمیشه این مسئله. آخر به کدوم این آدم اعتماد بود؟ خلاصه درم اینجا نگرشتیم، ایشون گفت من نمیفهمم عروج یعنی چی. گفتم وقتی شما نمیفهمم چجوری به شما حالی کنم که با پرواز کردن الصلاة معراج المؤمن، معراج از عروج میاد، عروج یعنی جدا شدن، پرواز کردن، حرکت کردن. آیا دستون درد دارم از این زنده باشید. این از این که چی بگم آقای انصاری. همین آقای کلان گفت که امام باقر اینجوری گفته در مناعرفات، آخه موتن آدم سیخ میشه، آخه تا کی دروغ. شما اگر عنایت داشته باشین حافظه ملت ما نمیدونم ضعیفه، نمیدونم چجوریه، همون کلیپ که من کردید پخش کردید برادران کرد ما، من اون کل اون برنامه‌تون رو دیده بودم قبلا. خب برنامه بقیه رو میبینم، خب به هر حال اینا رو میبینم، قرآن هم میگه همه رو ببینید، بشنفید، مطابقت کنید، بهترینش رو انتخاب کنید. درست. اما الحمدلله وقتی که من البته اتمون اول شما به کسی توهین نمی‌کردم، خدا شده، چرا من میگم که آخه مگه میشه که نبی مکرم اسلام سید المرسلین بعد کسانی که همراه ایشون هستن مگه میتونن که بد باشن؟ این چیز غیر ممکنه. چجوری میشه بینا توهین کرد؟ آخه چجوری اصلا میشه؟ تازه وابستگی فامیلی دارن، سببی دارن، ریشهشون به یه جا وصل میشه. اینا من 20 سال پیش خونده بودم.
خیلی چجوری میشه این نمیشه قابل حد نبود برای ما اصلا قابل حد نبوده. اما از اینکه میگم حافظه ضعیفه شما ببینید اون آقای بزرگوار که تو هواپیما تشریف می‌آوردن 37 سال پیش گفتن چه احساسی داره و هیچ با هیچی شروع شد اومدن بهش زهرا اون وعده‌هایی که دادن آب مفت برق مفت نمیدونم اتوبوس مفت بینا اکتفا نکنی خونه میسازیم براتون مفت. خیلی خوب بعدم گفتن که شما رو به مقام انسانیت میرسانیم. خب مگه ما جانور بودیم مگه ما حیوان بودیم که ما رو مقام انسانیت میرسانیم؟ مومن به همین در یکی از سخنرانی‌هاشون فرمودن برای حفظ حکومت اصول دین ما تعطیل میکنیم. دیگه چی میمونه دیگه من چی میگم آقای انصاری خسته نباشید. زنده باشید آقا رسول بزرگوار. سلام مخصوص خدمت احمد آقای گلمونم. سلامت سلام ویژه برسونه که ایشون هیچ کی نمی‌بینه مثلا بکنم میشه زحمت میشه. زنده آقای باشید. سلامت قدوس باشید. آقای عباسی و دیگر عزیزان. سلامت باشید. ممنونم وقت دادید. من تشکر. حرف زدم. بالاخره سبک شد والا با شما. سلامت باشید. تشکر از شما. ما دست دادیم آقا. سلامت باشید. الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما. خدا قوت بهتون بده. یا الله یا الله آقا التماس دعا داریم ما رو دعا کنید. الله مطالب ستون کنه. شما هم برای ما دعا بکنید. زنده باشید.